سلام، برگشتیم ما با قسمت دوم برنامه چه خبری. اینجا قرار امروز در مورد بنزین حرف بزنیم، یعنی کل خبری مربوط به بنزین رو براتون بخونیم. توی قسمت قبل گفته بودن که چرا مشکی پوشیدیم اگه برنامه کمدی نیست، برای همین رفتم گشتم اینو پیدا کردم و پوشیدم. میدونم خیلی ضایع است ولی در عوض شاده. بس دیگه بپذیرید، دیگه هم نیاید هی گیر ندید نشه قضیه اون خره و پیرمرد و پسرش. و دیگه اینم گفتم که متوجه باشید خیلی انتقاد پذیر نیستم، حواستون باشه. شوخی میکنم، حتما کامنت بذارید، باز اگه ایرادی چیزی هست بهمون بگید و خوشحال میشیم. اینم گذاشتم جای فانوس. خیلی شاید بگید مگه با قاطعیت نگفتید که اون فانوس نماد برنامه است؟ خب مگه مسئولین ما یه حرفی که امروز میزنن تا فردا پاش وای میستن که من بخوام پای حرفم وایستم؟ چه انتظاری دارید؟ من که دیگه یه آدم معمولی ام. به دو دلیل این کوزه رو من انتخاب کردم. همونطور که میبینی از کوزه ما داره دود بیرون میاد. این مهی که اینجا هست و منی که از بین این مه مشخصم، به این دلیله که میخوایم بگیم و این بشه نماد برنامه‌مون که ما یک چراغی هستیم در بین مه. این اخبار زیادی که شما رو احاطه کردن مثل این مه میمونه و ما یک سوسوی نوری هستیم که توی این مه شما رو هدایت میکنیم. بازم چرت و پرت گفتم، درست فهمیدید، ولی این چراغ واقعیتش این کوزه غول چراغ جادوه. یعنی ما مالیدیم دود داره میده ولی دکمه غولش هنوز پیدا نکردیم. بریم برگردیم ببینم من میتونم دکمه غولش رو پیدا کنم، این غول بیاد یا نه که داریم خفه میشیم. ای غول که خرابش کردیم. رفت. کسایی که میدونن سر در میارن از کوزه چراغ جادو لطفا کامنت بذارن، راهنمایی کنن که این غول رو چجوری میشه از داخل این کشید بیرون. بریم سر وقت اخبار زیادی امروز بوده ولی خب قرار ما به بنزین بپردازیم. اخباری بوده مثل اینکه سهام عدالت نمیدونم چجوری قراره توی 3 بخش پرداخت بشه. از یه طرف آژیر خطر توی سخنرانی دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران به صدا در اومده و نمیدونم قضیهش چی بوده، هنوز مشخص نشده. و آقای عشقی قراره پولایی که وام داده به خودشو برگردونه. اینم یه خبریه که امروز گفتن قراره پولا رو برگردونه، هنوز که بر نگردونده. چقدر ساده است این آقای عشقی، نه بابا؟ یک رئیسی که میخواد یه پولی از یه جایی جابجا کنه برای خودش، به حساب خودش نمیزنه، میزنه به حساب یه پسری چه میدونم باجناقی چیزی. اینو برای اون مسئولینی میگم که تازه کارن و هنوز وارد نیستن. به حساب خودتون نزنید، این یادتون باشه. همین اول برنامه بگم، قبل از اینکه خبر بخونم بگم که جان هر کی دوست داری بابا این لایک کن دیگه. یک کامنت چیه نمیذاری؟ یه چیزی چرت و پرت هم شده بنویس دیگه. کامنت این لایک رو که بکنی برنامه دیده میشه. سابسکرایب کن دیگه. این چیه خدایش یه دقیقه چیز نمی‌کنی؟ جون تو که نمیخوایم، اسرائیل که نیستم، با یه لایک دیگه. بریم اخبار بخونیم. نوشته که خالی بودن 49% مخازن سدهای کشور مصرف بنزین به 132 میلیون لیتر رسید. چه ربطی به هم دیگه داشت؟ ببینیم چه ربطی به هم دیگه. افزایش حالا میخوای بنزین رو گرون کنید دیگه، چرا هر چیزی رو به هر چیزی ربط میدید؟ اصلا که ربطی نداره این دوتا به هم دیگه. خودش هیچ.
آخه چه ربطی داره؟ صدهای مخازن صدها کم شده، چه ربطی به بنزین داره؟ نیروگاه که بنزین نمیسوزونن، مازوت و گاز میسوزونن. آخه کیو میخوای؟ آخه چه ربطی داشت؟ میخوای بنزین رو گرم کنی ادا چی آخه؟ وزیر جوان روحانی درباره افزایش قیمت بنزین هشدار داد. وزیر جوان که میدونید کیه؟ درست فهمیدید. آذری جهرمی در رابطه با افزایش قیمت حاملهای انرژی به دولت پزشکیان هشدار داد. بله صدام باله، نمیشه این گوینده های اصلی اخبار شدم. محمد جواد آذری جهرمی وزیر دولت روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت، دیدید اینجوری میکشنش، نوشت اکنون که با پیشنهاد رئیس محترم جمهور به همدلی قوای وفاق ملی در کل گفته نکنید، این اول کاری حداقل نکنید، بذاری یکی دو سال بگذره از دولت. الان مردم بابا جان الان فشار نیاری به مردم، یکی دو سال بگذره چیزتون بعدن. حالا یعنی گفته الان زمانش نیست. اینم به هر حال هرچی فرصت برای مردم بخرن باز خودش غنیمت. تکرار مواضع بنزینی پزشکیان از سوی عارف، افزایش قیمت بنزین در راه است. یعنی البته سوال گذاشته جلوش، در راه است، اینجوری باید بخونیم، افزایش قیمت بنزین در راه است. بله ببین چی نوشته به گزارش اقتصاد سعد. محمد رضا عارف در تازه ترین سخنانش اعلام کرده است کدام عقل سلیمی میتواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت 1500 تومان بفروشیم. عزیز من نکنید، گرون نکنید. چرا گرون نکنید؟ چون شما میگید که ما با دلار مثلا 60 تومان میخریم، میاید گرون میکنید، بنزین رو میکنید 60 تومان، دلار میشه 180,000 تومان. این اتفاقی قبلا افتاده، دست شما هم نیست، دست مافیاییه که صادرات مواد بنزینی رو دستشونه. چون دیگه نمیصرفه مواد بنزینی رو با 60,000 تومان صادر کنن، میکننش چقدر دلار رو؟ 180,000 تومان. زمان احمدی نژاد دلار 1000 تومانی، دلار 900 تومانی شد 4000 تومان وقتی بنزین رو گرون کرد. چون نمیصرفید با دلار 900 تومانی مواد نفتی رو صادر کنن، برای خودتون هم نمیصرفه نفت و اون قیمت صادر کنید. زمان روحانی دلار شد 27,000 تومان. زمانی که آقای رئیسی میخواست آرد رو گرون کنه، میگفت آرد داره قاچاق میشه یا مواد غذایی داره قاچاق میشه و مواد غذایی رو آزاد کرد، برای صادر کننده های مواد غذایی دیگه نمیصرفید مثلا آرد رو با اون قیمت چیز کنن، اون صادر کنن. اون مافیای اومد چیکار کرد؟ قیمت دلار رو افزایش داد. یعنی برعکس، یعنی قیمت دلار که تغییر نکرد، قیمت ارزش پول ما رو آوردن پایین‌تر تا صادرات مواد غذایی براشون بصرفه. نکنید این کارو، چون همون میشه دوباره دلار هم که بشه 180,000 تومان. از این ور چه اتفاقی میفته؟ کلی فشار به مردم میاد. شما که حقوق کارمند رو با این بنزینی که میکنی 60,000 تومان میتونید تامین کنید و همون قیمت قبل رو بهش میدید. قیمت رو که 3 برابر، حقوق رو 3 برابر نمی کنید که، 4 برابر نمی کنید که. لطفا این حرفا هم بذارید کنار که ما داریم چی میکنن با قیمت دلار و فلان و اینا. حقوق ما رو ببین، اصلا ما رو با کشور دیگه لطفا مقایسه نکنید. قیمت بنزین هم زیاد نکنید، چون بعدش دلار 3 برابر میشه. این خط، این نشون دست شما هم نیست. بریم سراغ برنامه یا خبر بعدی. ببخشید اشتباه گفتم. مصرف بنزین از نوروز هم بیشتر شد. در پی تعطیلات این هفته مصرف بنزین در کشور رکورد شکنی کرد. میخوان گرون کنن میگن چیز داریم خیلی مصرف میکنیم و اینا. این ما خودمون این کاره این بابا
ما خود میخوای آره گرون کنی دیگه. این ادا چیه بابا؟ ای بابا رکورد داره. هر هفته میبینی بنزین داره رکورد میزنه. هر هفته الان میخوان گرون کنن، هر هفته داره رکورد میزنه. خبر بعدی نوشته که رونمایی از طرح جدید بنزینی در دولت پزشکیان، آغاز واریز یارانه بنزینی به هر کد ملی. اینم علامت سوال داره. یعنی چی به هر کد ملی؟ یعنی چی آغاز واریز یارانه بنزین به هر کد ملی؟ یعنی سوال، علامت سوال داره آخرش. خب نوشته چی؟ محمد بهرامی سیف آبادی، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی در راستای جلوگیری از اعطای یارانه پنهان انرژی و جلوگیری از بروز ناترازی بنزین اظهار کرد بنزین به عنوان یک سرمایه ملی تحت یارانه سنگین. بازم که بابا جان این 7 لیتر 8 لیتر 10 لیتری که ما میگیم آقا 100 لیتری که شما میدید به درد مردم نمیخوره. نکنید. بذارید مردم با همین بنزین حداقل یه اسنپی دارن کار میکنن، یه تپسی دارن کار میکنن، یه کاری دارن میکنن. به خدا تعداد بیکاریتون میره بالا، خیلی بدتر میشه. نکنید. میخواستیم طنز باشه ولی اون نمیشه. چیکارش کنم؟ نمیشه. طنز من با این اخبار چجوری کمدی اجرا کنم؟ یکی دمش گرم گفته که الان زمان افزایش قیمت بنزین نیست. بنزین در ایران ارزان نیست، نرخ تورم به شدت بالاست. اسماعیل گرامی مقدم گفت قیمت بنزین در ارزان نیست. دمش گرم این اسماعیل گرامی مقدم. ببینیم کیه؟ فعال سیاسی اصلاح طلب با روزنامه اعتماد گفتگو کرده است. فعال نمیدونم این فعال اصلاح طلب و اینا یعنی شغله، یعنی چیه؟ من متوجه نمیشم. مثلا یکی هست فعال سیاسی اصولگرا، شغل نیست یعنی این سمت نیست. نمیدونم شغلتون چیه، کارتون چیه. مثلا من شغلم چیه؟ برنامه سازم دیگه. مثلا یه ژاپنی شما بهش بگی مثلا میگه من فعال فلان، نه میگه من مهندس مثلا برقم، مهندس فلانم. شما اینجوری برخورد کنید. این فعال سیاسی اصلاح، حرفت خوبه این حرف خوبی زدی، ولی فعال سیاسی اصلاح طلب واقعا سمت نیست. یه شغل بهتری برای خودتون جور کنید، یک نون آبرومندتری برای خودتون پیدا کنید. دولت‌ها مدام جامعه رو در خصوص افزایش قیمت بنزین تست میزنن. معتقدم مخربترین تصمیمی که حاکمیت در خصوص نرخ حامل‌های انرژی اتخاذ کرده به اوایل مجلس هفتم باز میگردد. در کل گفتن نکنید، به خدا داریم ظلم میکنیم، زور میگیم، حقوقمون با هیچی نمیخونه. حداقل بذارید با این بنزینه یه اضافه کاری بریم تو تپسی و فلان و اینا. بریم بعدی. یه جا خوندم که آقای پزشکیان گفته بود که باید دوباره جراحی کنیم و نیاز به جراحی و فلان و اینا. من میخوام بگم آقای پزشکیان، جراحی نباید با مردم شروع بشه. ما جاهای مهمتری برای جراحی داریم که تا اونا جراحی نشن، جراحی که فشار به مردم میاره هیچ فایده‌ای نداره. ما بانکامون مشکل دارن خلق پول میکنن. شما اگه مردی اول اونا رو جراحی کن. بابا وامایی که دارن میدن با سودای مرکب به مردم کمر مردم خرد کرده. کارخونهایی که دارن میخرن و تعطیل میکنن کمر تولید کننده ها رو خرد کرده. بانک‌ها رو دریاب آقای پزشکیان، اول اونا رو دریاب. شما اگه بیاین بنزین رو گرون کنید که حالا با قیمت دلار یکی بشه، آخه قیمت دلار دست شما نیست، دست بانک هاست. تا وقتی اینا خلق پول میکنن دوباره قیمت دلار میره بالا. بعدش چی کار میخواید بکنید؟ پس اول جراحی رو از جاهای مهمتری شروع کنید آقای پزشکیان عزیز. بریم یه خورده طنزش کنیم، ببینیم چیزی گیرمون میاد. طنز بریم طنز یه چیزی که طنز باشه.
خدایش دیگه میخواید بنزین رو گرون کنید، همه چیز رو به همه چیز ربط ندید. آقا بنزین رو به هر چیزی دارید ربط میدید. نوشته افزایش قیمت کلید قفل ناترازی بنزین. اینم علامت سوال داره. قاچاق بنزین معلول کم ارزشی ریال است. این علامت تعجب داره. چه ربطی داره؟ قاچاق بنزین چه ربطی به بابا جان؟ دلیل اصلی کم ارزشی ریال بانک ها و صادرکننده ها. چرا صادرکننده ها؟ چون صادرکننده ها تا ارزش پول ایران براشون پایین نباشه صادرات براشون نمیصرفه. چون اگه دلار مثلا ارزش پول ایران به دلار نزدیک باشه، خب چین کالاش به صرفه تر در میاد. خود دولت مواد نفتی که میخواد بفروشه براش نمیصرفه. اصلا ربطی به این چیزا نداره. شما بانک‌ها رو درست کنید، بیایید استخراج نفت خودتون رو یه خورده هزینه‌اشو بیارید پایین، یه کاری کنید، مهندسی چیزی نکنید. اخبار بنزینی خیلی زیاده. با خوندن این اخبار متوجه میشیم قرار بنزین گرون بشه و به زودی گرون میشه، ولی ما تقاضامون از مسئولین عاجزانه اینه که نکنیم. چون خیلیا همین بنزین باعث کسب و کارشون. وقتی شما بنزین رو گرون میکنید کرایه ها گرون میشه. وقتی بنزین رو گرون میکنید 1000 تا چیز دیگه گرون میشه. اصلا برای بعضیا نمیصرفه. همین الانش با این بنزین نمیصرفه بعضیا تپسی و چه میدونم تاکسی های دیگه کار کنن. شما اگه بنزین رو گرون کنید خیلی اتفاقای ناجوری میاد. ما اینقدر معضل داریم که اول باید قبل از گرون کردن بنزین اونا حل بشه. بانک ها باید حل بشه. چند میلیون نفری که توی تپسی نه برای شغل دوم، اونایی که شغل دومشونه جدا، اونایی که شغل اولشونه، شما اول مشکل بیکاری اونا رو حل کنید. چون اینا معضل بزرگی میشن اگه بنزین رو گرون کنید. اینا دیگه کار ندارن چند میلیون نفرن ما بیکاری رو داریم کاهشی میکنیم، بیکاری رو کاهشی میکنیم. شما این راننده تپسی و اینا رو هم حساب کردین از ما گفتن. ولی خب فکر کنم داره گرون میشه. هر کاری کردیم این برنامه طنز نشد، شما ببخشید. سعی میکنیم برنامه‌های بعدی کمدی تر باشه. ما رو یادتون نره که لایک کنید، فالو کنید، سابسکرایب کنید. به خدا چیزی نیست دیگه، اینقدر خسیس بازی در نیاریم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.